اون مرتیکه‌ای که دم مدرسه ما آلتشو در می آورد به تمام این بچه‌های 6 ساله نشون میداد، اون داشت به همه ماها این کار میکرد. اون کسی که دستمالی میکرد ما رو توی تاکسی، هر اتفاقی که توی زندگی من میافتاد، این روی بدن من نبردگاه بود و من این بدن رو باید حفظ میکردم. من 12 13 آخه یه دختره مثلا 14 15 سال دیگه چجوری میتونم من تحریک بکنم با مقنعه و روسری آدما. و یه جایی واقعا گفتم این بدنی که شما زیر 4 قد اینقدر شما رو تحریک میکنه، بذارید من این بدن رو بکنم تو حلقتون. این بدن رو میکنم تو حلقتون، ببینم آیا این بدن تو حلقتون شده هم اینقدر شما رو تحریک میکنه. بدن من بود که داشت فریاد میکشید. و وقتی که من جلوی یه دوربینی قرار گرفتم که به خودم گفتم اینا توی هر فیلمی که من اینقدر نشون بدم، اینقدر بیاد بالا، اینقدر